با درود با ارادت، وقتتون بخیر. امیدوارم که همیشه پردلار و پرسود باشید. میخوام دو تا اندیکاتور خیلی ساده و خیلی پرکاربرد رو خدمت معرفی کنم که یک روش خیلی خوب سیگنال دهیه که هم خودم به شخصه باش ترید میکنم و هم خیلی از کاربرانی که حالا لطف کردن و بروکر لینوکس به عنوان بروکر اصلی خودشون انتخاب کردن استفاده میکنم. و حالا خود دوستان کسانی که اهل تحقیق باشن اطلاع دارم که بروکر لینوکس تنها بروکر ایبوکی هست که قبول کرده به ایران خدمات بده و باقی بروکرها متاسفانه یا بی بوکن یا سی بوکن. خاطر شرط تحریمش بروکری که در تراز ای باشه به ایران خدمات میده. البته تو خود سایت لینوکس هم که برید زده به ایران خدمات میده، داره خدمات رو میده فعلا. این دو تا اندیکاتور رو دوست خوبمون آقای آرن دیویدیان زحمت کشیدن نوشتن، روی از برنامه‌نویسان بسیار بسیار فعال و توانمند ایران که روی متاتریدر و متاتریدر 4 و 5. حالا من روش استفاده خدمتتون عرض میکنم. همیشه به روش سوینگ ازش استفاده کرد، هم اسکر، ولی من خودم و خیلی از دوستان به شخصه وقتی دستی مموده میکنیم به صورت فست اسکر از این روش استفاده میکنیم، همین نماد هم جواب میده. این دو تا اندیکاتوری که برای متاتریدر 5 هست ما کپی میکنیم و توی متاتریدر 5 در این قسمت های دیگه میزنیم. در قسمت اندیکیتورش میایم این دو تا اندیکاتور کپی کنیم. هم راحته، فقط کافیه توی این قسمت نویگیتور ما یه رفرش کنیم که این دو تا اندیکاتور میاد روی صفحه. اندیکاتور اولی که خیلی ساده است، حالا خیلی ساده چیزی داره، در مورد اسپرد و کلوز کندله. وقتی که رانش کنیم به ما میگه که الان 42 ثانیه 41 ثانیه از زمان این کندل در تایم فریم 1 دقیقه بود میمونده و اسپرد هم 21 پوینته تو طلا در بروکر لینوکس. بروکر لینوکس یه خوبی که داره دقیقاً دموش شبیه ریاله، هیچ فرق نمیکنه. حالا دوستان بیان با دمو این بروکر کار کنن، اگه با دمو سوده بودن قطعاً با ریالش هم سوده خواهد میشه، فرق نمیکنه. عموما همیشه اسپردش ثابته، مثل مامان بروکرها نیست که اسپردش تکون بخوره و بالا پایین بشه و در زمان 12 شب هم اسپردش اندازه که بروکرهای ای بود چیز سی بود واید زیادی دارن خیلی کمه. حالا این به قول معروف اندیکاتور که چیز خاصی نداره، حالا میتونیم حالا رنگش رو تغییر بدید و یا اصلا خاموش روشنش کنید، فرق راحته. ولی خب خوبه واقعا، لازم هم اسپرد دادم چک کنم و هم این کندل تایم رو چک کنم، واقعا لازم. اندیکاتور بعدی که مورد بحث ما سیگنال میده. حالا ما روی تنظیماتش رو پیش‌فرض گذاشتیم، اینجا گفتیم که روی 100 تا کندل گذشته بیاد بررسی کنیم. به این شکله خیلی قسمت‌های خوبی رو با یوسل داره میده و من رو صفحه بزرگتر شد. نقاط با یوسل خیلی خوبی میده. حالا ما میخوایم مثلا این قسمت مثلا این تاییدیه تایم فریم 1 دقیقه مثلا نشون داده نشن، اشکال نداره، ما میتونیم بریم اینجا اینو فالسش کنیم یا حتی رنگاشو تغییر بدیم، هر کاری خواستیم بکنیم. پریودش روی 1 و 2 باشه خوبه، یعنی نتایج خوبی میده. حالا مثلا اینجا ما تصور کنیم مثلا گزینه سل مثلا به شما داده، اینجا مثلا سل که بگیرید، اگه استاپ هم اینجا بذارید، یعنی به راحتی تا اینجا تیپی 6 رو میده، خیلی راحت است پریوار 1 به 6. حالا ما فرض میکنیم که حالا از اینجا تا اینجا اصلا چند پیپ هم میشه، تقریبا 130 پیپ هم میشه. یا ما بیایم مثلا از همینجا اینجا مثلا سل ما اینجا استاپ رو اینجا میذاریم، مثلا ریسک بریوار 1 به 1 رو بهمون داده. همین ریسک بریوار 1 به 1ش تقریبا $9 یا 25 پیپ داره بهمون میده.
یا بیایم اینجا حالا منتظر میکنیم که بای رو به ما داده. حالا اگه بخوایم فقط با این کار کنیم، ولی اگه بخوایم تاییدیه هم باشه که بحثش فرق میکنه. ببینید الان همین با این تاییدیه اینجا هم ما اگر فرض کنیم استاپلاسمون بذاریم پشت این کندل، تی پی 3 رو به ما راحت داده. خب حالا ما اگه فرض کنیم که توی این اندیکاتور STM بیایم این تاییدیه رو هم ران کنیم، ما اینجا زمانی میکنیم که این خطوط همدیگه رو قطع کنیم. پس ما اینجا مجازیم فقط سیگنال بای رو بگیریم. اینجا چون قطع نکرده سل رو نمیگیریم، اینجا فقط بای رو میگیریم. یعنی مثلا سلا رو دیگه اینجا فیلتر میکنه، یعنی به همین راحتی. خب یعنی اینجا چون حالت رنجی داره وای میستیم. خب اینجا چون اومده قشنگ پیچ کرده، ما یه سل خیلی خوب میتونیم ازش بگیریم. هم تاییدیه روند داره، هم به قول معروف یه ریسپل وارد خیلی خوب میده و هم نقطه ورود خیلی خوبی داره. این روی تایم فریم 1 دقیقه است. روی 500 تا کندل من گذاشتم. چون شما میتونید مثلا روی 1000 تا کندل بذارید بررسی کنید ببینید به چه صورته. یا نه مثلا روی تایم فریم های بیشتر میخواید مثلا روش مانور بدید ببینید به چه صورت در میاد. میتونید با هر تایم فریمی باش بازی کنید و بک تست بگیرید. خب حالا بک تستش هم اینه که مثلا شما میتونید این رو بیاید 1 و 2 رو تغییر بدید. خب هم 1 و 2 رو تغییر بدید، خیلی نتایج جذاب و خوبی رو به شما میده. برای همین هم بک تستش رو میشه کار کرد و هم با همین تنظیمات پیش‌فرضش. خب حتی ما میتونید بک تست این هم بگیریم که بک تستش هم کار سختی نیست. شما میتونید بتونید از سطح ویو هم نویگیتور باز کنید، هم استراتژی تسترش رو میتونید باز کنید. خب اینجا میاد این رو تستش رو میزنید تو تریدر 5 نماد انتخاب میکنید. حالا توی ابلیتی باشه یا حالا هر سالی باشه، شما فرض کنید 2025 مثلا از 2025 حالا باید چیز کنید تایم فریم 5 دقیقه بزنید. خب اینجا دیگه برای شما تستش رو برای شما میاد و میتونید بررسی کنید که در گذشته به چه صورت بوده. حالا استاپ کنید و یکی یکی بیاید دیسپلی بارتون رو بذارید و بررسی کنید نتیجه خوبی داشته. مثلا اینجا چه واقعا چه سیگنال خیلی خوبی توی بای داده. این دیسپلی بار فوق‌العاده است. حالا اینجا چون تاییدیه سل نداشته شما سل قطعا ورود نمی‌کنه. خب هر جایی مثلا اینجا تاییدیه بای نداشتیم ولی اینجا تاییدیه سل رو داشتیم. جایی که تاییدیه داریم میتونیم راحت ورود کنیم و تی پی های خوبی. مثلا اینجا تاییدیه بای داریم، اینجا دیسپلی بارد خیلی خوبی داده، اینجا تاییدیه سل رو داریم. خب واقعا دیسپلی بارد خیلی خوبی رو اینجا داده. یعنی میتونید یک تست خیلی خوبی رو و بک تست خیلی خوبی رو داشته باشید. یک حساب دمو توی گرینکس میتونید به راحتی باز کنید و یا از خود سایتش یا از خود مثلا تریدر 5 باز کنید و بررسی کنید ببینید به چه صورت. عموما کاربرانی که دارن با این اندیکاتور کار میکنن با این سیستم سیگنالی کار میکنن نتیجه خیلی خوبی دارن. یعنی وین ریتشون بالای 90% تقریبا و از دوست فست اسکل دارن کار میکنن و دیسپلی وارد 1 یا نهایتا 2 رو دارن میگیرن. نمیگم دیسپلی وارد 1 مثلا به 6 به 7 به 8 و دارن با این همین دیسپلی وارد 1 به 2 نتایج خیلی خوبی رو میگیرن. بعضی دوستان اصلا تو روز 100 تا معامله دارن انجام میدن و نتایج خیلی خوبی رو دارن به دست میارن. امیدوارم که معاملش ساده این سیگنال که واقعا همه چیزش بهینه شده است و نتایج خیلی خوبی داره براتون پردلار و پرسود باشه و نتایج خوبی موفق باشید.